در زمان رضاشاه در خیابان پهلوی ولیعصر امروز به فاصله هر 2 متر یک چنار و بین هر 2 چنار یک بوته گل سرخ کاشتند. بنابراین در 2 طرف مسیر 18 کیلومتری خیابان مجموعاً 18,000 چنار کاشته شد. البته بعضی افراد این تعداد رو تا 24,000 اصله هم برآورد کردند. گفته شده مواظبت شاه از این درختان به اندازه‌ای بود که در زمستان 1319 به شهرداری دستور داد پای چنارها رو به عمق 1.5 متر گود برداری کنند و به جاش کود بریزن. حتی یه استخر بزرگم بین محمودیه و تجریش ایجاد کردند که ذخیره آب برای چنارها فراهم بشه.